سلام، چطوری؟ بچه بیاییم ببرم توی یه جای نوستالژی. بچگی ها اینقدر اینجا شبیه جاده چالوس بچگی های منه. نه الان جاده چالوس الان نه، موقعی که میرفتیم کلاردشت جاده هایی که رد میشدیم و اینا خیلی شبیه اینجا بچه بودم. همش هم لیز میخوردیم، الان هم همینطوریه. خیلی قشنگه، ببینید اینجا رو. الان دیگه کلاردشت و اون قسمتاش دیگه اینجوری نیست، ولی الان که نگاه میکنی خودش بخیر. بچه که بودیم پامونو میکردیم تو این آبا. از این جنگلاییه که میشه گم شد توش، یعنی واقعا بچه بودیم گم میشدیم، همه میگفتن نرید گم میشید. اینجا عین همونه. آخه چه قشنگه. دو قشنگه دارم بازی میکنم. یادش بخیر چقدر خوبه حس و حالش. من دارم بازی میکنم. چقدر تمیزه، یه دونه آشغال اینجا آدم نمیبینه. خب بالاخره رسیدیم به مقصد اصلی، این استپایی که از تو آب رد میشه با این صخره‌های خیلی بلند. این هم استپاییه که قرار از توش رد بشیم، سر از اون در بیاره. تقریبا الان حدوداً 1.5 ساعت داریم پیاده روی میکنیم تا رسیدیم به اولین استپ. حالا بریم ببینیم که به چه صورت میشه. اینم از استفاده بسیار لیزه، سر میخوری شدید. خب اینجا هم اسمش چیدل استپینگ استونه. خیلی لیزه اما بسیار قشنگ، بسیار جذاب. واه
خدا از اینجا فیلم بگیرم ببینید، لذت ببرید. واقعا لذت ببرید. خیلی خوبه، خیلی. من تا اون ته میرم بعد بهتون خبر میدم. فعلا رسیدم به استاپ دوم. استاپ دومش یکم یه کوچولو سخت‌تره. سقله اومده اینجا آب بخوره. سلام جوجو. سلام جوجو قشنگه. آره حالا اینم استپای اینجا رو ببینید. یا خدا، تا کجا؟ تا اونور. این استپا رو ما اولین قدمشو بر میداریم. یا خدا، یا و این استپا اونجا میری و بعد میری باز دوباره بعد همین راهو برگردی بری سر ماشین، پارکینگ ماشین. حدودا الان تقریبا نزدیک 2 ساعته اومدم، 2 ساعتم برمیگردم، ولی واقعا ارزش رو داره و فقط هم همین فصل و همین موقع میتونید بیاید ببینید اینجا رو، چون خیلی گلیه، خیلی سخته و اینکه الان فقط فصلشه. فعلا تا یه جای قشنگ دیگه بدرود. خدا نگهدار. No way. جونم در روز پر از ماجرا. عالی بود، عالی. جای همتون عالی. اونایی که دوست دارید. خیلی قشنگ بود. مرسی. فعلا